هفته غیرعادی برای تیم ملی فوتبال ایران به پایان رسید. هفته‌ای که با انتقادهای شدیدتر از همیشه از عملکرد ضعیف تیم ملی در تورنمنت 4 جانبه العین جنجالی شروع شد. از نظر خیلی از آنهایی که فوتبال ایران را دنبال می‌کنند، توضیحات سرمربی و بازیکنان در مورد وضعیت تیم ملی قانع کننده نبود. اما به یک باره توجه‌ها روی خبر دیگری متمرکز شد. اینکه 5 نفر از هیئت 9 نفره فوتبال ایران ویزای آمریکا نگرفتند، از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون. مسئله که واکنش فدراسیون را همراه داشت و خیلی سریع تهدید به تحریم مراسم و خالی گذاشتن صندلی ایران در واشنگتن مطرح شد. اما حالا 2 روز بعد از صحبت‌های رئیس سخنگوی فدراسیون و بازتابش در رسانه‌های بین‌المللی، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که شاید ایران در مراسم حضور داشته باشد. الان شنیده میشه که دارن یه ذره فکر میکنن، میگن آقا ما که 4 نفرمون ویزا گرفته، که این 4 نفر برن ببینن اونجا، چون واقعا مهمه. یعنی هم مراسم قرعه کشیه، هم کارگروه‌های مختلف برگزار میشه، هم میتونن با تیم‌های دیگه مذاکره داشته باشن، بازی دوستانه بتونیم برگزار بکنیم. اینا مهمه. شاید اهالی فدراسیون انتظار داشتند که جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، از رابطه نزدیکش با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا استفاده کند. اما انگار در این آخر هفته طولانی که در آمریکا تعطیلات روز شکرگزاری بود، نه مقام‌های آمریکایی و نه فیفا فرصتی برای مطرح کردن این موضوع نداشتند. در ایران پرونده همچنان باز است. فدراسیون فوتبال گفته حتی با وزارت خارجه هم در این مورد صحبت کرده. به نظر من یک نوع سوء استفاده است و یک امر بسیار مذموم و ناشایست است که برخی از کشورها از میزبانی سوء استفاده میکنند و به برخی از ورزشکارها و به برخی از اتباع برخی از کشورها ویزا نمیدن. متاسفانه این کار بسیار نادرستی است. بعضی‌ها بر این باورند که اگر اینجا واکنش نشان ندهند، هنگام تورنمنت اصلی اگر مورد مشابهی پیش آمد، کاری از پیش نخواهند برد. بعضی میگویند این تصمیم‌ها تأثیری بر طرف مقابل ندارد و فقط از اعتبار فوتبال ایران در فیفا کم می‌کند. قرار است تا 3 شنبه تصمیم نهایی گرفته شود. شاید فقط سرمربی و 1 نفر دیگر، شاید هیچ کس از ایران. آنچه مسلم است با ایران یا بی ایران این مراسم برگزار خواهد شد. پوریا ژافره،